در حقیقت علم و معرفت تنها وسیله است که انسان میتواند به واسطه او راهی درستی زندگانی خود را انتخاب کند و در زندگانی به آرزو و ارمان دیرینه خود برسد. به همین خاطر هم علم تنها وسیله است که وقتی که ما به اون رو می‌آریم، به او اهمیت میدهیم، خوشبختی خود رو احساس میکنیم. به همین خاطر بحری صاحب علم و معرفت شدن همیشه با استادان، عالمان، اهل زیان میباید بود. این چنین اثرهایی که از جانب عالمانی برگزیده دانشمندان اهل زیا پیشنهاد شده است، آنها را خواندن در کار. مثلا برای کودکان کتاب‌های مخصوص هست، برای نوجوانان کتاب‌های مخصوص هست، برای جوانان و حتی موافقه اون سن و سال، یعنی که انسان چقدر در زندگانی یعنی که سن سالش به جای میرسد و موافق کتاب ها هست، اثرهایی هست که میباید آنها را مطالعه کند. این چنین از دیدگاه دین گرفتن معلومات یک چیزی نازک است. اول دین اسلام و حتی دیگر دین ها تأکید میکنند که آن چیزی را که شما نمیدانید از اهل علم بپرسید. همین گونه ما آیت های قرآنی داریم، یعنی که در آنجا آمده از خداوند امر میکند که به عالمان را سؤال دهید، اویدی اون معلومات هایی که شما میخواید آنها را دانید و برای شما دانستن آنها ضرور است. آمده است از دانشمندان بپرسید، نه آن نفرانی که شما نمیشناسید و اهل علم نیستند. از طرف دیگر حدیث ها داریم، حدیث های صحیح هست که در آنجا آمده است آن نفرانی که مسئله را نمیدارند از پیش خود فتوا ندهند، بلکه اهل علم، دانشمندان و از اهل زیا پرسان شوند تا اینکه پاسخ خود را بگیرند. ما این چنین در این مورد یک نکته دیگر است ما باید با سمع شنوندگان رسونیم. این نکته چی است؟ دو نوع انسان هایی هستند که صاحب معلومات نمیگردند، چه معلومات دینی باشد، چه دنیوی باشد، چه وابسته به یگان تخصصی معینی باشد. این دو گروه انسان ها کدام ها هستند؟ یکم انسانی که متکبر هست، تکبر دارد. شخصی که تکبر دارد صاحب علم و معرفت نمیشه، زیرا کبر و غرور او به او اجازه نمیدهد که از دیگران معلوماتی را بپرسد و صاحب علم، کسب، هنر و فرهنگ گردد. طایفه دیگر آنها هستند که چطوری که در عرف ما میگن شرمگین هستند، یعنی که از دیگران شرم میکنن چیزی را بپرسند. پس هنگام گرفتن علم و معرفت نوابسته از نمود آن علم میباید ما از دو خصلت بد دست کشیم: کبر و غرور داشتن و شرم داشتن. زیرا در علم کبر و غرور شرم نیست. ما باید بهر رسیدن به هدفهای خود پرسیم و معلوماتی در ضروری را از خود کنیم، به نسل‌های آینده، به فرزندان خود، به خانواده خود برسونیم تا اینکه آنها نیز بهر انسانیت منفعت خود را برسونند. این چنین اون فتواها، اون سخنهایی که بر ضد انسانیت است، نوابسته به دین و دیانت همون شخص، ما با اطمینان کامل گفته میتوانیم که به یگان دین، به یگان فکر، به یگان عقیده درست دخل ندارد. تنها بدبینی، رسیدن به منفعت‌های کوتاه و منفعت‌های شخصی خود میتواند انسان رو به گمراهی برد و سبب میشود ما باید به دیگران معلوماتی غلط رو پیشنهاد نماییم. ضرور است که ما همیشه معلومات هایی که درست هستند بهر منفعت انسانیت هستند، بهر منفعت تمام انسانیت هستند، آنها رو پیشکش کنیم تا همه منفعت بگیرند. امروز ها چطوری که قید کردیم، یک بار دیگر قید کردم به مورد است، در اساس معلومات های دینی، قاعده های دینی، اثرهایی هست به نام قاعده های دینی یا قاعده های فقهی. در آن آمده است معلومات هایی که ما میگیریم پیش از آنی که او رو باور کنیم
یا به او عمل کنیم، ضرور هست که اول انیخ کنیم آیا درست هستن یا علما اساس نکنیم، آیا دلیل دارن چنین عمل ها یا دلیل ندارن. اگر دلیل دینی داشته باشن، علما اساس نباشن، از لحاظ تاریخی، از لحاظ تجربه زندگی درست باشن، پس میباید به آنها عمل کرد. اگر درست نباشن، خلاف واقعیت باشن، خلاف عقل انسان باشن، پس میباید به آنها عمل نکرد. مورد دیگر بسیار هم ضرور است اون رو دونیم، همه اون عمل هایی که به عقل درستی انسانیت یا که انسان موافق هست، اون رو از لحاظ دینی، همه دین ها رو در نظر داریم، همه دین های آسمانی اون رو قبول میکنند. اگر عقل درستی انسان مسئله ای را یا که کاری را خوب برای باوری باشد، خوب برای عمل باشد، عقل انسان او را نپذیرد، قابل قبول نشمارد، پس میباید ما یعنی که با اطمینان کامل اظهار داشته میتوانیم که چنین عملها، چنین فکر و اندیشه ها در دین نیست. برای مثال به دیگران تهمت زدن، خبری بر دروغ گفتن، همه این عملهای زشت را عقل انسان منع میکند و دین هم اونها را منع میکند. یک بار دیگر تاکید میکنیم دشمنان انسانیت، اون نفرانی که گروه‌های سببی آفریدن یا که پیدا شدن گروه‌های افراطی گردیدن، آنها منفعت‌های شخصی خود را دارند، میخوان به منفعت‌های اقتصادی اجتماعی خود برسند و در همین زمینه یک عمل زشتی دیگه را انجام میدهند. دشمنان انسانیت چیکار میکنند؟ آنها به خلاصه رسیدن که تنها از نام دین و دیانت صحبت کنند، پیرو بسیار پیدا میکنند، آنها این عمل را انجام میکنند با واسطه شبکه‌های اینترنتی. عمل دیگه را انجام میدهند، این تهمت زدن به خودی، یعنی که اثرهای دینی، اون سرچشمه‌های اساسی که در دین‌ها هست، متن‌های سرچشمه‌های اساسی دین اسلامی که دیگر دین‌ها رو میگیرن، موافق مقصد و مرام خود، موافق منفعت‌های شخصی خود آنها رو تفسیر میکنن. وقتی که ما با چنین عمل دست زدیم، این خلاص یک جنایتی بزرگ است در حق علم، در حق انسانیت، در حق عالمان، در حقی که این کتاب های مقدس ها رو چرا ترتیب داده هستند. این تهمت هست و آنها دروغ گفتن از نام آنها هست. پس می باید چیکار کرد؟ پس تنها راه حل بهر فهمیدن سرچشمه های متن های سرچشمه های اساسی دین ها از عالمان، از شخصان معتبر، از شخصانی که ما با آنها باور داریم، از آنها پرسان شویم. یا که هنگامی که ما متن های دینی، سرچشمه های دینی را میخونیم، اون سرچشمه هایی رو خونیم که علمای درست، علمایی که مشهور هستند، جامعه آنها رو اعتراف کرده است، از فکر و اندیشه آنها، از جانب فکر و اندیشه آنها ما سرچشمه ها رو معنی داد کنیم و اون نفرانی که سرچشمه های دینی رو از پیش خود یعنی که تفسیر میکنند از نام سرچشمه های دین، متن های دین، حدیث ها، آیات های قرآنی، حدیث هایی که در دین هست تفسیر میکنند و شرح میدهند برای منفعت خود، از این عمل ها ما باید دوری جوییم. مسئله دیگر به احساسات داده شدن در کار نیست. این مسئله بسیار مهم است. بعضی از جوانان ما متاسفانه زود باور هستند، زود عمل هستند، در یک وقت با احساسات داده میشن. ما رو ضرورت به احساسات داده نشویم. وقتی که خوندیم اول انیق میکنیم، معلوماتی که خوندیم دقیق میکنیم و سپس درست باشد عمل میکنیم، یا که باور میکنیم برای ایمان خود، نادرست باشد اون رو ضرور است که ما ترک کنیم. احساسات یک مسئله هست که در وجودی بعضی از جوانان ما در حقیقت موجود هست، در فکر و اندیشه آنها هست. میباید ما از احساسات کناره جویی کنیم، چون که در علم تنها واقعیت، حقیقت، منفعت برای انسانیت هست، نه اینکه به احساسات داده شه متن رو خطا بفهمیم، خطا تفسیر کنیم و به این عمل زشت خود دیگران رو گمراه کنیم. این چنین نکته دیگری که وابسته به سوال شما هست، از قدیم الایام، از دورش پیدایش انسانیت و همین منوال، همین راه، همین فکر و اندیشه
تا زمانی که انسانیت موجود است ادامه خواهد کرد. این رفتاری نیک، گفتاری نیک، پنداری نیک در همه دور زمان هست و در همه دور زمان عملهای زشت محکوم میگردن. مثلا عملهای زشتی که گروه های افراطی انجام میدن از قبیل قتل و کشتار، دشنام، تهمت، سخنهای بد زدن، همه همین علامت ها دلالت میکنه که این گروه از انسان ها به راه تاریکی رفتگی هستند. دلالت میکنه که این گروه انسان ها یعنی که گمراه شدگی هستند. دلالت میکنه که این گروه از انسان ها منفعت های شخصی خود رو دارند. این چنین دلالت میکند که اون نفرانی که سبب پیدایشی چنین فکر و عقیده، چنین رویه ها شدگی هستند، میخواهند که انسانیت رو به راه گمراهی کشانند و به منفعت های خود اهمیت میتیند. و بس زیرا بعضی از انسان ها هستند، بعضی از جهت های هستند که برای آنها قدر و قیمت انسانیت مهم نیست. برای آنها تنها رسیدن به منفعت‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی خود هستند که میخوان به همانها رسند. وقتی که میخوان به منفعت خود برسند، از یگان کاری زشت، از یگان فکری زشت، از یگان تهمت، از دروغ گفتن هیچ وقت حذر نمیکنند و تمام وسیله‌های نامشروع، نادرست، ناسالم رو براه میمونند. بهر چیز؟ بهر رسیدن تنها به منفعت‌های شخصی خود. آنها به منفعت‌های دیگر انسانیت هیچ کاری ندارند، اهمیت هم نمیدهند متاسفانه. و یکی از خصوصیت‌های انسان بودن، انسانیت بودن و انسانیت رو در اختیار داشتن، این خوبی خواستن، نیکی خواستن، خوشبختی خواستن برای دیگران است. در همین منظور ما آیات‌هایی رو داریم، حدیث‌ها داریم، میگه که شخصی که مؤمن کامل نمیشود مگر در یک حالت، در کدام حالت؟ اون چیزی که برای خود دوست می‌دارد ضرور است برای دیگران نیز دوست می‌دارد. مثلا من میخوام همیشه تنم صحت باشم، خانه آباد داشته باشم، صاحب ثروت باشم و دیگر خوبی‌های زندگی رو در اختیار داشته باشم. پس ضرور است که من برای دیگر انسان ها نیز چنین خوبی ها رو بخواهم. اگر من نخواهم موافق احکام دینی، اسلام و سرچشمه های دینی اسلام، من مؤمن کامل محسوب نمیشم. یعنی خوبی خواستن، نیکی خواستن برای تمام انسانیت، این پیش از همه یک صفت انسانی خودی همون شخص میباشد. از طرف دیگر دین هم انسان رو به این چیز وادار میکنه، اون چیزی که برای خود دوست میداری پس برای دیگران دوست بدار.